اینجا؟ برو قربونت برم. خداحافظ. برو تو کسی نه. چه میدونم این همه راه با خودم بکشم ببرم، خجالت نمیکشی؟ تو واقعا نمیترسی الان بیاد یکی ما رو ببینه با هم؟ نه آخه من مثل تو ترسو نیستم. برو قربون شکل ماهت برم. برو الان یکی میاد میبینت اون داستان میشه. برو. خب بیاد ببینه. اصلا میخوای همین الان برم همه چی به مامان بابام بگم؟ بعد میدونی که بعدش چی میشه. ببین من با همه آدمای خانواده فرق دارم و من یه تنه جلو همشون وای میستم. نه تا خانم. تا خانم عاشقتم یاغی منم دیوونتم قشنگ ترسوی من. فردا تیپ بزنی ها. چشم. خیلی خوش گذشت. مرسی. ببینم بیشتر. فعلا